قد تفاوت هست بین دخترها و پسرها. شما نگاه کنید، پسرها 10 دقیقه آماده میشن 4 ساعت میرن بیرون، دخترها 4 ساعت آماده میشن 10 دقیقه میرن بیرون. واقعا که ایرانی ها بی‌نظیرن. در تمام دنیا فقط یک ایرانیه که قادره هر چی که از دستش زمین میفته برداره با یک فوت کردن ضد عفونی کنه و بخوره. خیلی جالب این قضیه. یه قلب بی وفا دل من نمیتونه باشه. عزیز من، آقا عزیزان منو جوگیر نکنی، من خودم همینجوری قاطیم. یک راز رو همین اول کار قبل از اینکه برنامه‌مو شروع کنم با شما در میون میذارم. تو رو خدا آقایون راز نگهدار باشید. این که میگم آقایون به خاطر این که اتفاقاً خانم ها بسیار راز نگهدارتر از آقایونن. بله، این که شما میبینید خانم ها یک راز رو به هم دیگه میگن، در واقع این عزیزان میخوان در حفظ اسرار با هم شریک باشن، نه که بگی میخوان لو بدن.